تکبیرة الاحرام یا به تعبیری عامیانه تر تکبیر تحریمه اولین تکبیر نماز است که با آن تکبیر نماز شروع می شود و تکبیرة الاحرام رکنی از ارکان نماز هست. به اجماع تمام علما تکبیرة الاحرام یعنی نخستین تکبیر نماز جزء ارکان نماز هست. وقتی که میگوییم رکن هست یعنی این که فرضه، در هیچ حالتی از انسان ساقط نمی شود، نه از روی سهو و خطا، نه از روی جهل و نادانی و نه از روی عمد. به هر عنوانی که یک فرد نمازگزار تکبیرة الاحرام را ترک کرده باشد نمازش باطل است، یعنی این که اصلا نمازش منعقد نشده، شروع نشده. چرا این تکبیر اول نماز را تکبیرة الاحرام یا تکبیر تحریمه میگویند؟ علتش چیست؟ بدین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بیان کرده در سنن ابو داود و ترمذی آمده، ایشان میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تحریمها التکبیر، تحریم نماز تکبیر گفتن هست. بین خاطر تکبیر اول را میگویند تکبیرة الاحرام یا تکبیر تحریمه. چرا با این نامگذاری شده؟ حرام یعنی این که حرام هست، ناجایز هست. چرا این را میگن تکبیرة الاحرام؟ به خاطر این که با گفتن تکبیرة الاحرام الله اکبر اول نماز کارهایی که در خارج نماز برای ما جایز بوده که انجام بدهیم حرام می شود. قبل از نماز و قبل از تکبیرة الاحرام جایز بوده که شما راه بروید، حرف بزنید، بخورید، بیاشامید، این طرف و آن طرف نگاه بکنید، اما به محض تکبیرة الاحرام الله اکبر این کارها بر شما حرام می شود. به این خاطر اولین تکبیر نماز را تکبیرة الاحرام یا به تعبیر عامیانه تر تکبیر تحریمه می گویند.